به نام منشأ دانش. سلام به روی ماهتون، شبتون قشنگ با یک کارگاه بسیار مهم. امشب کنار شما هستم. خیلی از شما موقع درس خوندن این چالش رو دارید که من احساس میکنم تمرکز ندارم، احساس میکنم حافظم اونجور که باید کار نمیکنه، مطالب رو میخونم خیلی زود از ذهنم پاک میشه و مشکلات این مدلی. تو کارگاه امشب قراره با همدیگه اینها رو بررسی بکنیم، شما یاد بگیرید مفاهیم حافظه رو و 15 روش کاربردی برای افزایش تمرکز به شما بگم. این روش ها انقدر دقیق و هدفمنده که من اطمینان دارم اگر شما فقط 3 تا از این روش ها رو انجام بدید حداقل تمرکزتون 50% افزایش پیدا میکنه. فقط 3 تا از این روش ها. اگرچه بودن کسایی که با انجام دادن فقط یه روش کاملا تونستن به تمرکز عالی و ایدئال خودشون برسن. بنابراین با من همراه باشید، مطالبی که میگم رو با گوش و هوشتون بشنوین تا انشاءالله نتیجه عالی رو هم بگیرین. این کارگاه از جمله کارگاهیه که پخش زندهش برای عموم آزاده. همینجا خیر مقدم میگم، خوشحالم از اینکه دوستای جدیدی رو کنار خودمون داریم که برای رشد و آگاهیشون این فرصت رو در اختیار خودشون قرار دادن. من هم تلاش میکنم با تمامیت هر آنچه رو که بلدم به شما انتقال بدم تا شما هم بتونین نتیجه خوب بگیریم. ما یه رسمی داریم، بچه ها خیلی تو کارگاهی من فعالن، ویژه کسایی که تازه به جای ما اضافه شدن. خوشقلب من کیه؟ بیا جواب بده که کارگاه فوق‌العاده رو قراره با هم دیگه داشته باشیم. سلام به همگی. بله، اینجا من اینم برگردونم که بله اوکیه. بله، بچه هایی که هستن میدونن که جواب این سوال چیه. دم همگی گرم. بریم با هم شروع بکنیم. این کارگاه جزو معدود کارگاهاییه که در تمام زندگی شما به دردتون میخوره. در واقع دلیل این که من این کارگاه رو به عنوان هدیه انتخاب کردم اینه که این جزء معدود مواردیه که کمترین کاربردش در درس خوندن و کنکوره. شما در زندگی شخصیتون باید مفهوم توجه و تمرکز و حافظه رو بدونید. در زندگی کاری و بیزینسیتون انشاءالله در آینده باید این مفاهیم رو بدونید. شما اگه در آینده قراره صاحب کسب و کار بشین باید بلد باشین چجوری به کارمنداتون توجه بکنیم و کلی نکته دیگه. بریم با هم شروع بکنیم. یه مدلی رو ما داریم. این مدل برای اینه که ما بتونیم یه سری مفاهیم رو یاد بگیریم. بهترین حالتی که میشه این مفاهیم رو آموزش داد به کمک این مدله. معروف به مدل حافظه اتینگسون. مدل حافظه، این مطالبی هم که دارم میگم از کتاب Human Learning یا یادگیری انسان برای شما انتخاب شده. تو این کتاب و این مدل معتقده که حافظه ما انسان ها یه حافظه‌ایه که 3 جزء و 2 مخزن داره. 3 جزءش چیاست؟ جزء اول حافظه حسیه، بچه ها بهش سنسوری مموری. جزء دوم حافظه فعاله که معروفه به حافظه کوتاه مدت و جزء سوم هم حافظه بلند مدته. اینا هم 2 تا مخزن ها هستن. میبینی این بازه ولی اینا مخزنن، اینا بستن. بنابراین این مدل معروف است به ماهیت استعاره‌ای هم داره دیگه. اینجوری نیست ما الان مغز کسی رو باز بکنیم بعد یه جایی رو ببینیم که اونجا مثلا قسمت حافظه فعالشه. مدل ماهیت استعاره‌ای داره اما بسیار خوب مفهوم توجه و حافظه رو با هم پیوند میزنه و باعث این میشه شما عمق مطلب و جان کلام رو هم بفهمید. بنابراین این 3 مخزنی که دارین میبینین به این صورت اینجا کنار همدیگه قرار گرفته. هر اطلاعاتی که شما میبینید
میشنوید، اونها رو میچشید، مزه ها حس میکنید، لمس میکنید، بو میکنید، در قالب درونداد وارد حافظه حسی شما میشه. یعنی اینجا رو نگاه کن خوشقلب، با دقت با من همراه باش، ببین چه اتفاقایی میفته. تا دقایق دیگه اینا وصل میشن به کلاسای درس. اون وقت میفهمی وقتی من میگم با تمام وجودت باید کلاس درس رو گوش بدی منظورم چیه. گفتم که اطلاعات در قالب شنیداری، در قالب دیداری، در قالب لامسه، در قالب چشایی، چشیدن، در قالب بویایی وارد حافظه حسی ما میشن. شما در حافظه حسیتون موارد بویایی رو هم داریم، واسه همینه که میتونین مثلا عطر گل نرگس رو تشخیص بدید. اطلاعاتی که وارد حافظه حسی ما میشه خیلی زیاده. شاید همین الان که تو داری کارگاه مشاور گروهی من رو نگاه میکنی، یه جایی مثلا یه صدایی اومده، تو اون صدا الان وارد حافظه حسی شما شده است. تمام مطالبی که من دارم میگم، هر آن چیزی که از کلاس من میشنوی و میبینی الان وارد حافظه حسی شما میشه. حافظه حسی ما یه گنجایش بسیار زیادی داره، اما با ماندگاری کم. ماندگاری حافظه حسی ما در حد ثانیه است. یعنی چی؟ مطالبی که من الان تو کلاس‌های درس یاد میگیرم، اینجا در تاملند کلاس میام، هر مطلبی که استادم میگه من میشنوم یا میبینم وارد حافظه حسی من میشه. حجم حافظه حسی بسیار زیاده است، اما ظرفیت نگهداری اطلاعات بسیار کم، در حد ثانیه. شما وقتی که از منزلتون سوار ماشین میشید میخواید تا یک مقصدی برید، ممکنه یه عالمه مغازه و قسمت‌های مختلف رو در طول مسیر ببینید. همه اینا یاد شما نمیمونه، اما همه اینا وارد حافظه حسی شما میشود. پس تا این لحظه تمام بچه‌هایی که در یک کلاس، امروز حتی به شما میگم که چرا IQ نمیتونه عامل موفقیت دانش آموزای کنکوری باشه. پس همه بچه‌هایی که تو کلاس‌های درس حاضر میشن همه مطالب رو تا اینجا با یه حد یاد میگیرن، چون تمام مطالب در قالب دروندادهای دیداری یا شنیداری وارد حافظه حسی شما میشه وقتی سر کلاسی. اما همه اینا وارد حافظه فعال نمیشه. دلیل این که اطلاعات طولانی مدت در حافظه حسی نمیمونه خود اینه که دائما شما در معرض داده های جدیدید. تداخل، عامل تداخل. اگه من امشب یه دونه نکته یاد بدم کامل یاد میگیری، اما اگه من 100 تا نکته بگم این 100 تا نکته همه وارد حافظه حسی شما میشه، اما ممکنه شما 100 تا نکته رو یاد نگیری. حالا بهتون یاد میدم چی کار بکنین که بتونین بیشترین حجم نکات رو یاد بگیرید. پس تا اینجا یاد گرفتیم هر اطلاعاتی اول میاد وارد حافظه حسی ما میشه، اما چی میشه که یه سری از این اطلاعات میان وارد حافظه فعال ما میشن یا حافظه کوتاه مدت که در درس خوندن بسیار مهمه. یه عامل وجود داره که اطلاعات از حافظه حسی وارد حافظه فعال یا کوتاه مدت شما بشه. اون چیه؟ توجه، attention. توجه عامل انتقال اطلاعات از حافظه حسی به حافظه فعال یا کوتاه مدته. همه شما سر کلاس به یک میزان درس رو یاد میگیرید. چرا؟ چون تمام محتوای درسی وارد حافظه حسی شما میشود، اما همه شما با یک میزانی از اطلاعات از اون کلاس خارج نمیشید. چرا؟ چون میزان توجه در آدما مختلفه. به اندازه‌ای که شما
به محتوای درسی توجه میکنید، اطلاعات از حافظه حسی شما وارد حافظه فعال شما میشه. هر چقدر بیشتر توجه کنید. اگه من امشب 100 تا نکته بگم، کی 100 تا نکته رو یاد میگیره؟ کسی که توجه بکنه. وگرنه همه شما میشنوین، هممون میشنویم، نخواهیم هم میشنویم، مگه اینکه دیگه میوت بکنی، مثلا اون سیستمی که داری باش کلاس رو نگاه بکنی دیگه صدایی نباشه که نشنوی. وگرنه تا مادامی که صدا هست شما میشنوید، اما همش یاد نمیگیرید، همش یادتون نمیمونه. اون میزانی از مطالب رو یاد میگیرید که بهش توجه کرده باشید. توجه. یه صفحه مشکی به من بدین. توجه تو زندگی شخصی ما هم فوق‌العاده اهمیت داره، فوق‌العاده. شما این عامل توجه رو از بچگی بلد بودید. مثلا بچه بودی، یه اسباب بازی رو می‌خواستی واسط بخرن، گریه می‌کردی. چرا؟ با گریه داشتی جلب توجه می‌کردی. بچه کوچیکا تو مهمونی چجوری جلب توجه می‌کنن؟ کسی میتونه حدس بزنه یا بگه؟ بیا بگو ببینم، میتونی بگی؟ بچه کوچیکا چجوری تو مهمونی جلب توجه میکنن؟ یه کاری رو انجام میدن، همه رو توضیح میدم ابوالفضل، نگران نباش. هلیا امشب ولی چیزای جدید یاد میگیری، چون من دائما رقص، حسین نوشته رقص، نه حسین خیلی اینجوری نیست، شلوغکاری رعنا نوشته، گریه، خودشیرین بازی، دلقک بازی. یه چیز باحال دارن خیلی از بچه ها، اینو دارن فوش میدن، یه حرف زشت میزنن، چی میشه؟ یهو همه بهشون توجه میکنن، پدر مادرش میگن ای به زشته نگو، برای چی اینو گفتی؟ بدتر میکنن. یه سریا میخندن، اینا وقتی توجه رو میگیرن بدتر میکنن، بازم اونو تکرار میکنن. همون بچه اگر یه حرف زشت بزنه هیچ کس بهش توجه نکنه حرفشو تکرار نمیکنه. توجه خیلی مهمه. چقدر اتفاق افتاده که شما روابط دوستیاتون سر عامل توجه به هم خورده. نگاه کن، طرف میگه به من توجه نکرد، من 2 سال برای تولدش کادو گرفتم، اینقدر بهش اهمیت دادم، تولدش رو تبریک گفتم، واسش استوری گذاشتم، اون به من توجه نکرد. همه شما تو زندگی شخصیتون دنبال توجهید. اگه دنبال توجه نباشی، چرا موقعی که میری مهمونی سعی میکنی لباس خوب بپوشی؟ چرا سعی میکنی موهاتو درست کنی؟ چون دنبال توجهی. چرا بیزینسمن‌ها اکثرشون موقعی که تو جلسات کاری حاضر میشن ساعت رولکس دستشون میکنن که زمانو بهشون نشون بده؟ خب اینو که ساعت معمولی هم میتونه، چون دنبال توجهن. تمام شما تو زندگی تو اینا رو تجربه کردی. کیا این چیزایی که گفتم تجربه کردن؟ یه دونه عدد 1 بفرست. ببین واسه همینه میگم که توجه انقدر مهمه ها. واسه همینه که توجه انقدر، زهرا گفته دقیقاً دوستای من، مریم هم همینه. شماها منو داشته باشین، شماها در زندگی شخصیتون بارها از موضوع توجه روابطتون خراب شده و روابطی به خاطر توجه ایجاد شده. ای کوفت که داری میخندی، نخند. این خنده های خوب. ببین چقدر 1 داریم، میبینی؟ یکی 4 تا 1 گشت، یعنی خیلی زیاد. خب پس توجه یک مسئله‌ایه که ما در زندگی شخصیمون، در روابطمون با آدم‌ها، در درس خوندنمون بسیار زیاد فوق‌العاده مهم داریم. حتی اقتصاد هم، کسب و کار هم توجه میخواد. در علم اقتصاد هم توجه مهمه. چرا؟ اون نمیدونم اونو دیدین بچه ها؟ یه آقایی بود قبلا توی اینستاگرام معروف شده بود،
یه پسته رو دستش گرفته بود، اینجوری میرقصید، پاهاشم تکون میداد، نمیدونم من چقدر این شکلی بود، یه دوتا پسته دستش گرفته بود. چرا فروش پسته هاش چندین برابر شد؟ چون تونست در بازارش توجه جلب بکنه. واسه همینه که میگم کارگاه امشب خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. شما باید نقش توجه رو بدونید. توجه اینقدر مهمه، اطلاعاتی که شما تو کلاس درس میگیری و وارد حافظه حسی شما میشود، فقط از یه طریق وارد حافظه فعال شما میشود، اون هم عاملی نیست به غیر از توجه. ما معلم ها و مشاورها به طور کلی مدرس ها هم بارها سعی میکنیم توجه شما رو به خودمون جلب بکنیم. مثلا داریم درس میدیم، یا میگیم گوش بده منو، داد میزنیم، یه جای صدامون رو میاریم پایین، مثل الان که من با صدای آهسته صحبت میکنم. چرا؟ که شما به ما توجه کنین. چون تو موقعی که پای کلاس نشستی گوشیت هم کنارته، 100 تا عامل انحراف ذهنی دیگه هم داری. من برای اینکه تو به من توجه کنی باید به عنوان یه مدرس یه سری مهارت بلد باشم که تو به من توجه کنی. پس توجه فوق‌العاده موضوع مهمیه. از این به بعد یاد گرفتید همتون که عامل IQ در کلاس درس، بعد بهت میگم IQ کجا کاربرد داره، هیچ نقشی نداره. اون چیزی که تو کلاس درس مهم است توجه و توجهه. هیچ چیزی به اندازه توجه مهم نیست. توجه میتونه زندگی شخصی ما رو به عالی ترین حد خودش برسونه، میتونه نابود بکنه. توجه میتونه روابط رو ایجاد بکنه، میتونه پایان ببخشه. درس خوندن رو میتونه به رتبه شدن تبدیل بکنه، میتونه تمام ساعت مطالعه تو رو با خاک یکسان کنه. توجه میتونه اقتصاد رو توی کسب و کار دگرگون کنه. پس خیلی توجه موضوع مهمیه. برگردیم سراغ فایل پاور من. بله، تون صدا رو میگه کاشکی گوش میکردی هم جلب توجهه. دقیقا همینه دیگه، کاشکی گوش میکردی خوشقلب. در واقع بهروز محمودی در کارگاه‌های مشاورش، حالا اینم میبینید سالهای بعدی دیگه هستن دیگه دوستانی که تقلید میکنن، یه تکه کلام داره که شاگرداش با اون تیکه کلام توجه میکنن، اونم خوشقلبه. میدونی اینم تیکه کلام منه. حالا چه اتفاقی میفته؟ ما رفتیم سر کلاس درس، تمام اطلاعات اومد رفت تو حافظه حسی ما بهش توجه کردیم، اون اطلاعات وارد حافظه فعال یا کوتاه مدت ما شد. چه چیزی لازمه که اطلاعات از حافظه فعال یا کوتاه مدت وارد حافظه بلند مدت بشود؟ عاملی که ما بهش میگیم پرکتیس یا تمرین. تمرین کردن میتونه اطلاعات رو از حافظه فعال شما وارد حافظه بلند مدت بکنه. یه صفحه مشکی به من بدین. من 3 تا حافظه رو به شما گفتم. یه حافظه حسی بود. گفتم زمانی که توجه بکنی اطلاعات وارد حافظه فعال میشه و برای اینکه اطلاعات از حافظه فعال وارد حافظه بلند مدت بشود شما نیاز داری به تمرین و تکرار. حالا اگر کسی خیلی خوب گوش بده ها، خیلی اونایی که میخوان خیلی خوب گوش بدن یه دونه عدد 1 بفرستن ببینم کیا میخوان این تیکر رو خیلی گوش بدن. اونایی که میخوان خیلی خوب گوش بدن یه دونه عدد 1 بفرستن. میخوام یه چیز خیلی مهم بگم. اینو یکی هم تو کانال تلگراممون سوال پرسیده بود.
یعنی جزء سوالاش هم بود که جزء مباحث من هم هست. هر چقدرم که لذت بردی توی کانال تلگرام برای من کامنت بذار که منم بخونم. مرسی. خیلی خوب گوش بده، منو نگاه کن. اگر من در کلاس درس توجه نداشته باشم یا توجهم کمتر از حد استاندارد باشه، تمام مطالبی که استاد نقیه میگه، استاد رفعتی میگه، استاد علای نسب میگه، استاد ناصر میگه، استاد مقدم نیا میگه، استاد ملاکپور میگه، استاد محمدی نژاد میگه، وارد حافظه فعال من نمیشه. پس چی میشه؟ تمام اطلاعات، صد اطلاعات وارد حافظه فعالتون نمیشه که بعداً بخوای تمرینش بکنی تو خونه. این تمرین و تکراره یعنی حل مثال جزوه. این تمرین و تکراره یعنی در واقع خواندن جزوه، یعنی تست زدن هم خودش یه جور تمرین و تکراره. این کی مؤثره؟ زمانی که اطلاعات اومده باشه این تو. کی اطلاعات میاد این تو؟ زمانی که شما توجه بکنی. این توجهه تو بعضی از آدما پایینه. چرا؟ هم عوامل ژنتیکی میتونه نقش داشته باشه، هم عوامل محیطی. هر دو اینا میتونن نقش داشته باشن که این توجه در بعضی از ماها بیاد پایین. تو جلسه قبلی یاد دادم ببینم اولین برنده جایزه 200,000 تومانی امشب کیه. تو جلسه قبلی یاد دادم اولین نفری که اون کلمه‌ای که من گفتم به عنوان جایزه درست گفت شماره کارت شما بردارید. تو جلسه قبلی یاد دادم چجوری میشه یه چیزی رو کنترل کرد و مدیریت کرد. چجوری میشه؟ ببینم اولین نفری که جواب درست میده کیه؟ دنبال یه واژه خاصم، من دارم کامنتتون میخونم، سوالمو دوباره میپرسم. بله مرسی، نرگس برنده جایزه شد. دیگه بعد نرگس کسی جواب نده. اینم توجه دیگه. نرگس که لزوما آیکیوش بیشتر از بقیه نبوده، نرگس توجهش. در جلسه گذشته یاد دادم برای مدیریت و بهبود یه چیز اول باید اونو اندازه گیری بکنی. توجه رو میشه اندازه گیری کرد؟ بله. برای اندازه گیری توجه یه تستی داریم اسمش هست تست دامنه توجه، معروف است به IVA تست دامنه توجه. مشاورای تحصیلی که خودشون روانشناسی تربیتی و یادگیری خوندن این موضوع رو بلدن. اگر من وزیر آموزش پرورش می شدم در تمام مقاطع پایش دامنه توجه رو الزامی می کردم، چون فوق‌العاده مهمه. فوق‌العاده. تو تست دامنه توجه 14 تا شاخص رو برای توجه میان اندازه گیری میکنن، بهش میگن attention scale، مقیاس های توجه یا شاخص های توجه. اگر توجه از یه حدی پایین تر باشه اصطلاحاً اون فرد درگیر یک بیماری یادگیری است به اسم اختلال نقص توجه. اختلال به انگلیسی میشه دیزوردر، نقص میشه دیفیسیت، توجه هم میشه اتنشن، معروف است به ADD. اینجا رو ببین، اتنشن دیفیسیت دیزوردر، اختلال نقص توجه. این افراد میزان توجهشون از آدمای عادی پایین تره. چه بلایی سرشون میاد؟ این چرخه درست انجام نمیشه. پس وقتی این بنده خدا میره خونه درس میخونه اینم درست انجام نمیشه. چرا؟ چون اطلاعات به میزان کافی وارد حافظه فعال نشده
که با پرکتیس یا تمرین وارد حافظه بلند مدت بشه. اطلاعات به اندازه کافی نیومده. بهش میگن ADD. آقا ما یه چیزی قبلا شنیدیم به اسم ADHD. این چیه؟ این همین ADD خودمونه، همونه، چیز جدیدی نیست، فقط یه بیش فعالی هم داره. اینه چه بچه ها؟ مخفف هایپر اکتیویتیه، هایپر اکتیو، بیش فعال. حالا شما به من بگید الان در مورد مثلا یک کودک، بعد میدونید ما الان ADD رو در بزرگسالا هم داریم. ما خیلی از خانواده ها به مدل سنتی فکر میکنن که اینا فقط در کودکیه. چرا من تو حرفام توجه کردی؟ من تو حرفام گفتم که من اگر وزیر آموزش پرورش میشدم هر سال این تست رو تکرار میکردم. هر سال. انقدر مهمه. چرا؟ چون ممکنه که در کودکی علائم یا نشانه های از ADD یا ADHD نداشته باشه، اما در بزرگسالی کاندید ADD باشه، دقیقاً کیسش باشه، گیرش هم داشته باشه. پس یه چیزی، حالا شما به من بگین به نظر شما در ADHD که خیلی از خانواده ها میگن آقا ما بچه‌مون نمیدونم در گذشته رفتیم تشخیص دادن ADHDه، این خانواده ها باید توجهشون رو برطرف کردن هایپر اکتیویتی باشه یا برطرف کردن اختلالات توجه؟ به نظر شما کدوم یکی از اینا تو درس خوندن موثرتره؟ به نظر شما پدر مادرای ما آموزش کافی رو دیدن؟ اون پدر مادری که دغدغش بوده بچهش فقط هایپر اکتیو نباشه انتخاب درستی داشته؟ شما بیاین نظر بدین، من نظراتتون رو بخونم. من اینجام که نظرات شما هر دو بله حتما، مرسی زهرا، بله هر جفتش که بچه ها مهمه، هر جفتش حتما مهمه، اما ADD مهمتره. بله اختلال نقص توجه حتما موضوع مهمتریه، حتما باید پیگیری بشه، چون کمبود توجه برای ما یه عامل تحصیلیه. برگردیم رو اسلاید من. کیا حواسشون به این فلشا بود؟ اختلافات این فلشا ببین ور. کیا حواسشون به این بود که این فلش یه طرف است ولی این دو طرف است؟ حواست بود خوشقلب یا نه؟ تو به این دقت نکردی؟ توجه نداشتی؟ امشب یاد میگیری دیگه خیلی از چیزایی که تو با عنوان واژه دقت ازشون استفاده میکنی در واقع اینها همون توجه هستن که تو حالا میگی آقا اینا دقتن، در حالی که اینا بیشتر توجهن. این یه طرف است ولی این دو طرف است. یعنی چی؟ یعنی اطلاعات از حافظه فعال یا کوتاه مدت بر نمیگرده تو حافظه حسی، اما اینجوری هست که اطلاعات از حافظه بلند مدت برگرده تو حافظه فعال. کی به نظرت اطلاعات از حافظه بلند مدت میاد تو حافظه فعال؟ اینو که یاد گرفتی با تمرین و تکرار مباحث درسی میرن وارد حافظه بلند مدت میشن. حالا کی از حافظه بلند مدت میان تو حافظه فعال؟ این ور که اتفاق میفته. ببینم کسی میتونه جواب بده؟ ببینم کسی میتونه این رو جواب بده؟ مانی میگه من دقیقاً پرسیده بودم. تمرین کم بشه نه؟ اولین بله امیر حسین و یه کاربر جواب درست دادن. مرور. خوشقلب کاشکی گوش میکردی. اینجا رو ببین. مرور چی کار میکنه؟ اطلاعات رو از حافظه بلند مدت ور میداره میاره تو حافظه فعال، تو دوباره پردازشش بکنی. کار مرور اینه. مرور میاد اطلاعات رو از حافظه بلند مدت میکشه بیرون میاره تو حافظه فعال، اینجا پردازش میشه دوباره پرتش میکنه تو بلند مدت. نقش مرور اینه.
واسه همینه که مرور کردن راحت تر از بار اول خوندنه. چرا؟ بار اول سخته دیگه. ببین تو بار اول تو باید توجه بکنی تا مطلب بیاد وارد حافظه فعال بشه، یعنی توجه که باید داشته باشی. این برای بار اول باید اولا توجه بکنی. بعد از اینکه توجه کردی اطلاعات اومد اینجا، تازه باید تمرین بکنی. یعنی وقتی قراره یه اطلاعات برای بار اول بیاد حافظه بلند مدت، انرژی زیادی قراره ازش گرفته بشه، چون هم باید توجه بهش بشه، هم باید تمرین بشه. هم توجه نیاز داره، هم تکرار نیاز داره. اما یه چیزی تو مرحله برگشت چیه؟ هیچ. اطلاعات فقط از حافظه بلند مدت میخواد برگرده. این مسیر ساده تریه. واسه همینه که من بارها تاکید میکنم لطفاً بدون وسواس یک بار درساتون رو تموم کنین. مرور برای ما کی شروع می شود؟ مرور زمانی شروع میشه که شما یه بار تموم کرده باشی. طرف میگه من میخوام مرور کنم، چند تا فصل خوندی؟ 2 تا فصل. این دیگه مرور نداره که. پس اینم باید حواستون باشه. یه صفحه مشکی به من بدین. شماها امشب یاد گرفتین که وقتی که سر کلاس‌های عمومی ما شرکت میکنین، هر آن چیزی که آقای دکتر کریمی، استاد تنوریان، استاد فلاح، استاد زینعلی، استاد مفتون، استاد عبدالمحمدی به شما میگن وارد حافظه حسی شما میشه. حیرت انگیزه تو کلاس ادبیات، تو کلاس دینی، تو کلاس عربی، تو کلاس زبان انگلیسی 100% مطلب وارد حافظه حسی شما میشه. چرا 100% یاد نمیگیری؟ دلیلش اینجاست، توجهت کافی نیست. توجه بسیار مهم است. کسی که بتونه، جمله رو ببین، نرخ تبدیل توجهش رو از الان 100 بکنه، از الان میتونه رتبه بشه. از الان با هر وضعیتی میتونه رتبه بشه. چرا؟ چون معلمایی که شما دارین باشون کار میکنین مدعی هایی هستن که ادعاشون رو اثبات کردن که نفر اول حرفه خودشونن. و این معلم ها تطابق جزوه هاشون با سوالات کنکورشون نزدیک به 100 یا خود 100. پس اگه من توجهم تو کلاس کامل باشه، یعنی نرخ تبدیل توجهم 100 بشه، از الانم میتونم رتبه شم. برای اینکه تمرین بکنی، روی واژه‌ها تمرکز بکنی، یه جمله رو من میگم، تو این جمله رو کامنت کن. من دارم تلاش میکنم تو توجه کنی. الان من میام اینجا کامنتاتون رو میخونم، فرقی نمیکنه یا اینجا برای من کامنت بذار یا بیا تو تلگرام این جمله رو بنویس. اگر ببینیم چقدر با توجه گوش میدید، اگر نرخ توجهمون تبدیل به 100 بشه، از الان هم میتونیم رتبه شیم. بیا بنویس ببینم. جمله کلیدی ما چیه؟ ببینیم کسی میتونه بنویسه. میزان توجه رو همینجا تو رقبات ببین. مرسی. اینایی که جواب نمیدن منو داشته باشن. اینایی که جواب دادین یعنی توجه کردین. ببین یه جمله رو یه بار شنیدی، ندیدی، اما اینش رو تونستی بنویسی. اینایی که جواب ندادین توجهتون کمه. اولین روزی که تونستین برین یه کلینیک روانشناسی تست دامنه توجه بدین، حتما. چون اگه پایین باشه باید درمان رو شروع بکنی، هر چه زودتر بهتر. بنابراین توجه بکنی. پس توجه عامل انتقال اطلاعات از حافظه حسی به فعاله. هر کسی که میگه IQ غلط کرده
شما با توجه هر آیکیوی رو شکست میدید. شما امروز اگر همین الان، همین امشب بعد کارگاه، اگه نرخ توجهت رو نزدیک بکنی به 100%، هر آیکیوی رو شکست میدی. هر رقیبی رو که تو مدرسه تو دوستات باشه با گریدر از روش رد میشی، اگه بتونی نرخ توجهت رو نزدیک بکنی به 100. حالا شما که داری زحمت میکشی، از اینجا بعدش رو خیلیاتون میرین، خیلیاتون بعد کلاسای درس جزوه رو میخونین، این کار رو انجام میدین. بلند مدت لانگ ترم مموری LTM، حافظه بلند مدت با تمرین و تکرار، اینو بیشترتون دارید، اینو اغلب شما دارید. کدومو ندارید؟ من با قاطعیت به شما میگم نرخ تبدیل عمده کلاسای ما متاسفانه نرخ تبدیلشون زیر 20%. در کمال ناباوری اگر در یک کلاسی یه معلمی 40 تا سوال حل بکنه، میانگین 8 تا سوال شما بعدش خودتون میتونید حل بکنید و این خیلی آمار ترسناکیه. چرا؟ چون نرخ تبدیل ما بالا نیست. من تو کارگاه روش مطالعه عمومی نکاتی رو به شما آموزش دادم که با تمامیت، با اطمینان به شما میگم اگه انجام بدید حتما 20 میگیرید. اما یا همه 20 میگیرن؟ چرا نه؟ همه شنیدن، چقدر توجه کردن که اون موضوع یادشون بمونه. توجه برگ برنده است. اگه میخوای رقابت بکنی، دیر شروع کردی، مهم نیست. پایم ضعیفه، مهم نیست. تا الان خوب نخوندم، مهم نیست. یه عامل محمودی به من بگو. هر کی میگه تعداد تست تو بیشتر کن رتبه میشه، چرت گفته. تو ممکنه چقدر امتحانا بوده که تو رفتی مثلا برای زیست کل خیلی سبز زدی، کل آیکیو رو هم زدی رفتی زدی 40. کی گفته پس تعداد تست؟ کل تستای شیمی خیلی سبز زدی رفتی زیر 50% زدی. پس این دلیلش نیست. نمیتونه عامل تستنی تنها دلیل رتبه شدن باشه. این دلیلش نیست. چیه؟ همین یه دونه، توجه. اگر کسی از من بپرسه یک راز به کنکوریا بگو که مطمئنی اگر رعایت بکنن رتبه میشن، میگم نرخ توجهتون رو بکنید 100، نزدیک بکنید به 100. ببینید، با خودتون حساب بکنید، ببینید اگه توی کلاسی یه معلمی 40 تا سوال حل کرده، شما از این 40 تا چند تاشو خودتون میتونید حل بکنید. این نشون میده که شما چقدر به اون کلاس توجه کردید. اگر قرار است من توجهم رو مدیریت بکنم، یعنی باید کنترلش بکنم، پس باید اندازه بگیرم. اینو تو اولین کلاسی که رفتی برو اینو انجام بده، ببین نرخ توجه شما چقدره و بعد بیا به من بگو که این عدد توجه نرخش چقدره. چجوری توجه کنم؟ امشب یاد میدم. مهلت پلک زدنم نیست. امشب یاد میدیم بهتون، نگران نباشین. هنوز ما 50 دقیقه تا پایین کلاس فرصت داریم، ولی بعد این مفاهیم رو یاد میگرفتی تا بعد در ادامه بفهمی که اصلا ببین شما قبل این کارگاه کسی بهت میگفت توجه رابطش با حافظه چیه، نمیدونستی. الان میبینی همه چیه. اگه توجه نداشته باشم حافظه هم ندارم، به جهنم که همه اطلاعات وارد حافظه حسیم میشه، فدای سرم، دورم بگرده. مهم چیه؟ اینه که چه حجم از اون اطلاعاتی که وارد حافظه حسی من میشه وارد حافظه فعال من میشه. این اهمیت داره. نرخ اینم وابسته است به عامل توجه. اگه من توجه نداشته باشم این اصلا معنی نداره. حافظه کیلو چنده؟ واسه همینه که من اسم کارگاهمو گذاشتم حافظه توجه، چون اینا با هم ربط دارن. مگه میشه تو ندونی توجه چیه؟ امشب برای خیلیاتون جالب بوده تو روابطتون بسیاری از ماها بسیاری از کار رو فقط برای جلب توجه انجام میدیم. فقط امکاناتی که یک ماشین میلیاردی مثلا ایکس داره، همون امکانات رو یک ماشین ژاپنی الان با 1/5 قیمت داره. چرا من میرم اون رو؟ نگین به خاطر اصالت، نگین به خاطر کیفیت، برین لایه‌های عمیق ذهنتون رو
بررسی بکنین. اون وقت میرسیم به یه چیز، کمبود توجه. اینه دلیلش. راحتی اونو خیلی چیزای دیگه هم داره. بگردیم فکر کنیم ببینیم دلیلش چیه، بعد میرسیم به همین عامل توجهی که من دارم به شما میگم. در روابطتون حرف منو نمیفهمید، خانمه راجع به مثلا یه آقایی داره میگه، آقای راجع به خانمش میگه، برادر راجع به خواهرش میگه، مادر راجع به فرزندش میگه، پدر راجع به دخترش میگه. حرف منو نمیفهمید یعنی چی؟ توجه نمیکرد. ماها چه کسایی رو دوست داریم؟ آدمایی که ما رو میشناسن. چرا؟ چون به ما توجه کردن. واسه همینه اول کارگاه بهت گفتم که این کارگاه یه زندگی توشه، نه فقط کنکور. کنکور کوچکترین قسمت این کارگاه منه. برای همین دوست داشتم که یه چیزی بیشتر از کارگاه مشاوره بهتون هدیه بدم و پخش زنده این کارگاه رو برای بچه ها آزاد گذاشتم. خب یه سوال میپرسم، صفحه پشت منو مشکی کنین. چرا مشکی کردم؟ چون تو به سوالم توجه کنی. الان متوجه شدی چی شد. حالا سر کلاس خیلی از معلم‌ها که بریم میفهمی که چرا معلم‌ها یه سری کار رو انجام میدن. تو انگلیسی بهش میگن arouse attention، برای اینکه توجه تو رو به اون محتوای تدریس جلب بکنن. به نظر شما کی تو دریا غرق میشه؟ کسی که شنا بلد نیست یا کسی که شنا بلده؟ شما جواب بدین. بسیار سوال مهمیه. کی در دریا غرق می شود؟ چه کسی تو دریا غرق میشه؟ احسنت، احسنت، کسی که شنا بلده. بچه ها کسی که شنا بلده تو دریا غرق میشه. اونی که شنا بلد نیست که اصلا نمیره. اون تش کنار ساحل یه ذره پاچه‌هاشو میزنه بالا، آب میخوره به پاش، به زانوش هم نمیرسه، زیر زانوشه. کی تو دریا غرق میشه؟ کسی که مدعی من شنا بلدم، اون غرق میشه. چرا؟ میره میگه بذار بریم جلوتر، نه من میتونم خودم رو سطح آب نگه دارم، اون غرق میشه. بزرگ برای خود بنویس. زمانی احتمال گمراهی من زیادتره که من فکر میکنم خیلی میدونم. به طرف میگم ببین مشکل شماها خیلیاتون، من شاید الان نبینم شما رو ولی حستون میکنم چون بسیار خوب میشناسمتون. امروز حداقل 15 تا ریپلای من داشتم توی پیج اینستاگرام که چقدر شما ما رو خوب میشناسین. کارگاهی که میذارین همش انگار دقیقاً نشستین تو خونه ما، مشکلات ما رو دیدین این کارگاه رو گذاشتین، مشکلات ما رو شنیدین این کارگاه رو گذاشتین. از شناخت میاد دیگه. بگن از کجا؟ چرا مثلا؟ دقیقاً همون آدمایی که فکر میکنن مشکلشون کلاس نیست، مشکلشون کلاسه. از کجا بفهمیم؟ یه بار اندازه گیری کن، کاری نداره که. کلاس ریاضی تموم میشه، کلاس حسابان تموم میشه، کلاس هندسه گسترده تموم میشه، ببین چه تعداد از سوالا رو خودت میتونی حل کنی. تو کارگاه روش مطالعه ریاضی نکته گفتم مدت زمان حل مثالهای جزوه در منزل نشون دهنده کیفیت یادگیریه. بذار بنویسم. گفتم مدت زمان حل سوالات جزوه کلاس در منزل بیانگر کیفیت یادگیریه. یادته؟ تو کارگاه روش مطالعه ریاضی اینو گفتم. شما که یاد نیست یعنی توجه نکردید، چون فیلمش هست دیگه میتونی بری ببینی. چرا؟ توجه.
فهمیدی؟ اون موقع نمیدونستی دلیلش چیه، اون موقع اینو مجبوری به عنوان یه جمله از من قبول بکنی. چون اون کسی که توجه کرده و نرخ تبدیل بالاتری داره تونسته با توجه زیاد تعداد بیشتری از مثالها رو بعد کلاس خودش حل بکنه. واسه همینه که وضعیت درسیش بهتره. اون کسی که 30 تا سوال معلم تو جزوه حل کرده، از 30 تا 27 تاشو خودش درست حل کرده، تو یه دونه 1.5 ساعت تونسته جزوه رو بخونه، بعد رفته تست بیشتری زده، احتمالا الان وضعیت تحصیلی بهتری داره. میبینی؟ این نقش توجهه. پس یادتون باشه همین شمایی که ادعا میکنی نه من عالی دارم گوش میدم، برو اندازه گیری کن. وظیفته بری اندازه گیری کنی، وظیفت اینو به مشاورت گزارش بدی. خیلی از شما رو من میرم یه گزارش کار میخواید بدید، مرگتون میگیره دور از جون. نه سخته، اندازه گیری دیگه چی سخته؟ گزارش کار دادن وظیفه هر کنکوریه. این کار رو نکنی چی کار میخوای بکنی؟ اندازه نمیگیری چی کار داری میکنی؟ همه یاد من آزمون دادم نمیدونم چرا نشد. نمیدونی؟ 3 تا کارگاه گذاشتم، برو یاد بگیر. چرا در آزمونا نتیجه نمیگیریم؟ 1 2 3 برو ببین یاد بگیر. حالا دوباره یه صفحه بیایم رو اسلایدا. من حین درس خواندن تمرکز ندارم. تعریف تمرکز چیه؟ اگر بتونی توجه تو روی یه موضوع نگه داری یعنی تمرکز داری. چقدر توجه مهمه. این به بعد با لغت تمرکز خداحافظی کن. تمرکز مال قبل این کارگاه بود. اینجا بعد باید یه جمله دیگه بگی. باید بگی من توجه ندارم. من حین درس خوندن تمرکزم عالیه. یعنی چی؟ یعنی اگه الان دارم فارسی میخونم میتونم توجهمو بدم به فارسی. این یعنی من روی فارسی توجه دارم. اینجا براتون نوشتم تمرکز به توانایی هدایت، حفظ و نگهداری چی نازنین؟ توجه روی یک موضوع. یه صفحه مشکی به من بده. وای 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 چه تعریفی میخوام بنویسم. تمرکز یعنی نگفتن به کلی چیز برای بله گفتن به یک چیز. این یعنی تمرکز یعنی من به کلی چیز بگم نه برای یک چیز. تمرکز یعنی من جدیم. دیدین مثلا میگن در روابط انسان ها اگر مثلا یک آقایی به یک دختر خانومی پیشنهاد ازدواج داد یعنی دیگه جدیه. چرا؟ الان این دیگه یادتون میمونه. مثالی زدم توپ قرص تا ابد یادت میمونه. یعنی من همه رو فراموش کردم برای اینکه به یکی توجه بکنم. به این میگن تمرکز یعنی من بتونم به یه عالمه چیز بگم نه که توجهمو فقط بدم روی یه چیز. کی تو درس خوندن تمرکز داره؟ آدمی که به همه چی بگه نه برای یک چیز. اون یک چیز هم درسش باشه. کیا تمرکزشون بالاه؟ بیا ببینم. خدا رو شکر همه تمرکزشون بالاه. آرمان میگه تمرکز رفته گل بچینه. ماشاءالله حسین، آفرین، خوبه. حسین با تجربه است. شما نباید نبگی داداش
بله کلا جالبه امیرها تو این قسمت فعالن. امیر حسین و دو سه تا هم امیر حسین داریم در این بخش از تمرکز، اینا فعالن. خب یه صفحه مشکی به من میدی؟ حالا یه چیزی، من تو راه‌های افزایش تمرکز میخوام چی رو ببرم بالا؟ چی رو باید زیادش کنم که بشه راه‌های افزایش تمرکز؟ یعنی من الان که میخوام به تو روش‌های افزایش تمرکز رو بگم، در واقع دارم روش‌های افزایش چی رو میگم؟ لغتش رو بنویس. لغتش رو بنویس من کیف کنم ببینم چقدر خوب بلدی. احسنت، دقیقاً همینه. توجه. ما تو راه‌های افزایش تمرکز در واقع دنبال بالا بردن توجهیم. پس هر روشی که من توجهم به درس بیشتر بشه میتونه به عنوان یه راهکار افزایش تمرکز مطرح بشه. هر روشی. من قراره 15 تاشو بهت یاد بدم. بریم با هم ببینیم. اولین اسلایدهای منو میاری؟ دلم برای عینکم تنگ شد. عینک بزنیم. اینایی که عینک میزنن میخوان اتنشن بدن به موضوع. 15 تا روش. اولیش چیه؟ استراتژی داشته باشید. هدف داشته باشید. چرا داشتن هدف روش افزایش تمرکزه؟ چون داشتن هدف کمک میکنه به توجه. حالا سوال سخت شد. استراتژی یا هدف چیه؟ جایزه 1 میلیونی. اگر کسی بتونه استراتژی رو درست تعریف بکنه، اون تعریفی که من میخوام، اگر کسی بتونه استراتژی رو با تعریفی که من میخوام بگه، 1 میلیون تومان جایزه میگیره. تعریف استراتژی چیه؟ چرا استراتژی میتونه توجه ما رو ببره بالا که حالا اگه توجهمون بره بالا تمرکزمونم بره بالا؟ چرا؟ استراتژی چیه؟ خب خدا رو شکر که کسی تا الان نگفته. یه ذره دیگه هم وای میستیم که دیگه کسی نگه، جایزه رو به کسی ندیم. استراتژی یعنی راهکارها میگن. استراتژی یعنی چی؟ داشتن برنامه. به دردم نمیخوره. مریم وحیدی یه ذره نزدیک شد. ناموسن؟ این دیگه چیه؟ توجه و برنامه روی یه مسئله. اینم میتونه اسمش استراتژی باشه. من دنبال یه چیز خاص‌ترم. فکر کنم حجمش انقدر زیاده شما تو تایید سختتونه نه؟ روش بله. استراتژی راه رسیدن به هدف است. خیلی کلیه. کارهای لازم برای انجام یک کار. برنامه ریزی. هیچ کدوم اینا جوابی که من میخوام نیست. لغت استراتژی یا هدف یعنی چی؟ من اینجا میتونم اینم بنویسم ها. ببین من میگم هدف داشته باشید. بعد بچه‌ها به این فکر کنید من قرار اینو چجوری ربطش بدم به افزایش تمرکز. اینم مهمه ها. شما میگی برنامه هم ربط داره به تمرکز ها، ولی این اونی که من میخوام نیست. تو بگرد اونی که من میخوام بهم بگو. خب نتونستید، خدا رو 100,000 مرتبه شکر. ما 1 میلیون هم میذاریم تو جیبمون. اینجا رو ببین جان. اینجا بچهای
پشت صحنه هم میخوان جایزه 1 میلیون رو ببرن. گوش بده یه تعریف قشنگ از استراتژی بهت یاد بدم. این تعریف هم لایف تایمه، برای تمام عمرته. گوش بده، اگر تو بدونی وقت یا اگر تو بتونی وقت، پول و انرژیت رو چجوری گسیل بکنی بفرستی به سمت هدف، یعنی تو استراتژی داری. استراتژی یعنی چی؟ استراتژی یعنی این، یعنی من بلد باشم تو زندگیم چجوری وقت، پول و انرژیم رو بذارم روی هدفم. یعنی من باید وقت، پول و انرژیم رو تمامش رو بفرستم روی هدف، بفرستم روی رتبه شدن. این یعنی من استراتژی دارم. چرا وقت رو بالاتر از پول گفتی؟ چون وقت تنها چیزیه که شما با پول نمیتونین بخرین. خیلی از چیزها رو میشود با پول خرید. احترام رو شما میتونی با پول بخری، این استودیو رو میتونی با پول بخری، آدم ها رو میتونی با پول بخری، ولی اعداشون متفاوته. اما اون چیزی که شما با پول نمیتونین بخرین وقته. بنابراین برای شما وقت مهمترین چیزتونه. چرا پول رو بالاتر از انرژی نوشتی؟ چون خیلی از اوقات تو ممکنه انرژی داشته باشی ولی پول نداشته باشی و پول سخت‌تر از انرژی به دست میاد. اگر کسی بلد باشه وقت، پول و انرژی جسمیش رو، همه ما انرژی هم محدوده، شما از صبح که بلند میشید یه انرژی محدودی دارید، اگه یاد بگیری اینا رو چجوری بدی به درس، یعنی تو استراتژی داری. اگه یاد بگیری میدونی یعنی چی؟ یعنی تو صبح که از خواب بلند میشی به خودت یه چیزی میگی من وقتم باید توجه کنه به درس، من انرژی جسمیم باید توجه کنه به درس. امسال وقت ریخت پاش نیست، وقت اینکه هر دقیقه برم خرید بکنم، نمیدونم لباس بخرم، گوشی بخرم، تبلت بخرم، امسال وقتش نیست. امسال اگر قرار است پولی خرج بکنی باید در راستای آموزش خودت باشه. احمقانه ترین فکر واسه اونیه که الان فکر میکنه من این جمله رو دارم میگم که طرف بیاد اون پولشو بده به من. اگه تو این مدلی فکر میکنی واقعا ذهنت بیماره، چون این هیچ تأثیری برای من نداره. شما صبح که از خواب بلند میشی باید یه چیزی بگی، وقت توجه کن به کنکور، پول توجه کن به کنکور، انرژی درونی، انرژی جسمی توجه کن به کنکور، به درسم. اگر من همه اینا رو فرستادم سمت، حالا پول که دیگه بی‌معنیه دیگه، چون شما یه بار مثلا میری یه کلاس کنکوری ثبت نام میکنی، یه کتابی میخری، تمام میشه میره. اما اون وقته و اون انرژی درونی خیلی مهمه. خیلی مهمه که شما از وقتتون چجوری استفاده میکنید، از انرژی درونیتون چجوری استفاده میکنید. تمام وقتتون و تمام انرژیتون رو در راستای هدفتون خرج میکنید. اگر این کار رو انجام بدی یعنی استراتژی داری، چون توجهتو فرستادی سمت درس یعنی تمرکزت رفته بالا، افزایش توجه. بریم مورد بعدی رو با هم ببینیم. زمانی را برای فکر کردن در مورد نگرانی‌ها اختصاص بدید. چرا؟ نگرانی‌ها جلب توجه میکنن. من دارم درس فیزیک میخونم، نگران عربیمم. من دارم فیزیک میخونم اما نگرانی عربی میاد توجه من از فیزیک میکنه. یک کاغذ برمیدارید، اون چیزی که باعث نگرانیتون میشه رو روی کاغذ مینویسید، زمان میذارید، فکر میکنید، حلش میکنید که دیگه موقعی که درس میخونید توجه پا نشه بره سراغ نگرانی. چرا این روش به درد افزایش تمرکز میخوره؟ چون من اگر نگرانیامو یه جا بنویسم و حلشون بکنم، حتی نگرانیهای غیر درسی، مثلا من به این فکر کنم بعد کنکور برم دماغمو عمل کنم،
خب به عنوان یه نگرانیه، مثلا برای من فرض کنیم مهمه. خب من اینو مینویسم، حتی میرم میگردم یه دکتر خوبم پیدا میکنم، حتی زنگ میزنم قیمت میگیرم، نوبتم میگیرم. دیگه توجه سمت این نمیاد. چرا؟ چون این حل شد. حل شد. پس من اگر نگرانیامو حل بکنم، توجه من دیگه سمت اونا نمیره. توجهم رو چی میمونه؟ رو درس. اگه توجه رو درس بمونه یعنی چی؟ یعنی من تمرکز دارم. میفهمی چرا این راهکارها تأثیر گذاره؟ احساسات درونی خودتون رو مدیریت بکنید. همه ماها درگیر اضطراب هستیم، همه ماها درگیر ترس هستیم، همه ماها درگیر افسردگی هستیم، درگیر خشم هستیم، درگیر حسادت هستیم. همه ما درگیر اینا هستیم. اضطراب، ترس، افسردگی، خشم، حسادت. مضطربیم، نگرانیم، نگران در مورد آینده ایم، میترسیم، نمیدونیم بعدش چی میشه. احساس افسردگی میکنیم، خوب نیستیم، عصبانیم، کلاً عصبانیم، شاید خیلی دلیل خاصی هم نداشته باشه. این احساسات توجه به خودش جلب میکنه، نمیذاره شما درس بخونید. حتی اگر شما آدم مضطربی هستی، نباید خیلی تعریف بکنی من مضطربم. دائما هر جا میرسه میگه من خیلی اضطرابم زیاده ها. به مشاورش میگه آقا خانم من خیلی اضطراب دارم ها. تو داری به اضطراب توجه میکنی، داری به موضوع اضطراب قدرت میدی، چون راجبش حرف میزنی. وقتی راجبش حرف میزنی یعنی بهش توجه میکنی، بهش داری بها میدی. یه بخشی از توجه تو داری میذاری رو این. پس اگر درگیر اینها هستیم، بهترین راهش بی توجهیه، چون نمیتونیم حذفشون بکنیم. ترس چیزی که همه ما داریم. شجاعت یعنی چی؟ یعنی به ترس بی توجهی بکنیم، کنارش قدم بزنیم. مورد 4، ثبات مکان مطالعاتی. تهویه مناسب، نور آفتابی مهتابی، میز و صندلی، دمای مناسب. ما میتونیم کاری بکنیم که محیط مطالعه ما برای ما اتنشن بیاره، محیط مطالعهمون برای ما توجه بیاره. ما میتونیم این کار رو انجام بدیم، کاری بکنیم که محیط مطالعه توجه بیاره. تو محیط مطالعهتون میزتون رو طوری قرار بدید که تخت خواب رو نبینید. روی میز مطالعه فقط درسه. عکس مسافرتش رو گذاشته، هر دفعه نگاه میکنه به به چه عجب مسافرتی بود، حیف شد دیگه الان نمیتونیم بریم. چی جذب عکس میشه؟ توجه. 2000 تا کتاب کمک آموزشی میچینه، یه شیمی میخواد بخونه فقط 5 جلد کتاب فیزیکه. چی میره سمت کتاب فیزیکا؟ توجه. پس میز مطالعه باید خلوت باشه، فقط یه دونه کتاب روش بذارید، اونم همون کتابی که قرار ازش استفاده بکنید. پشت میز مطالعه گوشی چک نکنید. چرا بعضی از بچه‌ها تو پانسیونای مطالعاتی خوب درس میخونن؟ چرا؟ چون پانسیونای مطالعاتی اجازه نمیده تو پشت اون میز مطالعه با گوشیت بازی کنی. بنابراین خود میز مطالعاتی هم توجه میاره. این دلیلشه، فلسفه‌ش اینه. این که من یه موقعی تو کتابخونه یا پانسیونای مطالعاتی میبینم بقیه دارن میخونن، میبینم دیگه، رفتم توی پانسیون مطالعاتی میبینم بقیه دارن میخونن، این میدونی چی میشه؟ هر وقت قرار توجه من بره یه جای دیگه، توجه من جذب این عامل میشود که بقیه هم دارن میخونن. منم توجه میکنم. منم اگه یه جایی خسته شدم، به محض اینکه نگاه میکنم میبینم رقیبم، دوستم، یکی دیگه داره میخونه، منم به خودم میام. توجه روی محیط درسیه. واسه همینه که خیلیا تو محیط کتابخونه میتونن خوب بخونن، تو سالن‌های مطالعاتی خوب میخونن. دلیلش اینه. مورد 5، عوامل انحراف ذهنی رو دور کنید. گوشی دستشه، داره درس میخونه، یه نوتیفیکیشن میاد.
میگه ولش کن اهمیت نمیدم. بعد اهمیت نمیده ولی همش تو اینه که میگه حالا بذار بعضیا اینجوریان. مثلا من موردی رو داشتم میگفت من گوشیمو توی کشو قرار میدم. گفتم خب بعد نوتیفیکیشن میاد چی کار میکنی؟ خندید. گفتم من این کشو رو باز میکنم یه دونه فقط یه دونه ها میزنم ببینم کی پیام داده. ایشون توجهشون انتخابیه، به بعضی از پیام ها توجه میکنن. کیا اینجوریان؟ کیا موقع درس خوندن یه موقع یه سری از پیام ها رو توجه میکنن؟ نه خیلی خوب نیست. تغییر محل مطالعاتی خیلی خوب نیست. میگه احساس ناامیدی میکنم. سعی کن موفقیت‌های کوچیک تعریف بکنی بهش برسی، ناامیدی تبدیل بشه به امیدواری. بله یه سری‌ها میگن ماها اینجوریم. اسرا این همه من یعنی چی؟ بمیرم برای خودم که اصلا گوشی ندارم. علی طاهر علیزاده 4 بار. خوبه؟ اغلب میذارم بیرون اتاق. چقدر خوب. یکی گفته من نوتیفیکیشن ها بستم. من گوشیمو تحویل دادم. اینایی که همه میگن تحویل دادن اون گوشی 2 شونو بگن. از گوشی 2 بگو. چون ما این حالت رو داشتیم. مثلا ما یکی از رتبه برترامون سال پیش تو اینستاگرام فعال بود، بعد اومد به پیج شخصی من ریکوست داد. منم اونجا دانش آموز قبول نمی کنم دیگه اصلا از این فضای شاخبازی. بعد نوشت که چرا من اکسپت نمی کنید؟ زدم شما، گفت من دانش آموزتونم. گفتم کی؟ اسمشو گفت. بلا فاصله به مشاورش گفتم این آدمی که بچه‌ها دارن به شما میگم الان پزشکی شهید بهشتی میخونه ها، همین مشخصا همین آدم. بعد بهش گفتم که در جای مشاورش پیام دادم، گفتم این تو اینستاگرامه. گفت نه. گفتم چرا آقا؟ الان اومده به من ریکوست داده، اسمشو معرفی کرده، یه اسکرین شات هم گرفتم فرستادم برای مشاورش. خلاصه مشاور زنگ زد و اینو ترکوند و که آره تو چرا تو اینستایی و اینا. بعد این رفت یه پیج فیک زد. بعد با پیج فیک به من ریکوست داد. یعنی بعضیاتون اینجوری خوبین. مثلا اینکه میگه یه گوشیمو تحویل دادم، خیلی از اوقات اینایی که گوشی تحویل میدن گوشی شماره 2 دارن. یه سری‌ها اینایی که من میگم تجربه کردن، میدونن. اینا همینایی که الان علامت خنده فرستادن. دقیقاً همه اینایی که علامت خنده فرستادن. ببین یکی نوشته من 2 تا گوشیم فعاله، همینقدر میشناسمتون. بعضیا هم که علامت خنده فرست، اونی هم که گفت الله اکبر خودش هم همین کار است. اونم دقیقاً همینه. همه اینایی هم که خندیدن واجد و شرایط حرفای من بودن. یعنی یه ورو داشتن دیگه بالاخره، یا پیج فیک دارن یا چند تا مثلا پیج فیک دارن. یکی از روش‌های بسیار باحال برای افزایش تمرکز چیه؟ یه جمله است که باید به خودت بگی الان اینجا باش. دیدی یه موقع‌هایی داریم درس میخونیم، مثلا داری درس میخونی یهو به خودت میبینی 10 دقیقه است یه ربع من اینجا نیستم. حالا برای که 5 دقیقه است، برای که 4 دقیقه است، واسه که 3 دقیقه است. مثلا داری میخونی خودت نمیدونی چی شد این فکر رفت، فقط یه جایی میفهمی رفت، باید برش گردونی. بعد اعصابت میریزه به هم. بعد میای اینو برای بقیه تعریف میکنی. ای بابا من یه ساعت و نیم درس خوندم 10 دقیقه‌اش نمیدونم حواسم کجا رفت، نمیدونم اصلا چی شد که حواسم رفت. دیدی؟ اینم غلطه. اصلا اینا رو نباید تعریف بکنید، اصلا نباید راجبش صحبت بکنید. پس چیکار کنم؟ به محض اینکه این اتفاق افتاد یه جایی میفهمی دیگه، یه جایی میفهمی رفت، همون جایی که فهمیدی رفت که در واقع برگشته، چون اون موقعی که رفته که تو نفهمیدی. همون لحظه ای که متوجه شدی حواست رفته به خودش بگو الان اینجا باش. بعد شروع کن درجا، مثلا یه چیزی رو هایلایتر بکش، یو برگرد مثلا یه تستی رو دور کلمات کلیدیش خط بکش، یه سوال جزوه است تون شروع کن سوالا رو حل کردن. سریع خودت رو به مطالعه برگردون.
روانشناسای یادگیری معتقدن روش الان اینجا باش یکی از روش‌های بسیار مؤثره. علم روانشناسی تربیتی میگه اگه یه موقع حواست اینجوری پرت شد نگو ای بابا حواسم که پرت شد، چرا حواسم نبود، من نمیدونم 10 دقیقش کرونومتر بیارم، اینا رو ولش کن. فقط یه الان اینجا باش بگو، در جا خودتو درگیر مطالعه کن. فوق‌العاده است این روش، فوق‌العاده. حالا خیلی از شماها اگه یه حواستون پرت بشه وای دیگه به مشاورش میگه، یه وسط اتاق میاد بیرون، مامان من حواسم پرت شد. خب بیشتر داری زمان از دست میدی که. گل من، خل من. عجب روش، یه روش 7. سعی نکنید یه فکر خاص رو از ذهنتون بیرون نگه دارید. سعی نکنید به چیزی فکر نکنید چون بهش فکر میکنید. یعنی چی؟ من شیمیم ضعیفه. استراتژی داشته باش. وقت، پول، انرژی درونی میره سمت شیمی تقویت میشه. من باز این پوله رو منها بکنم که سوء برداشت ایجاد نشه. وقت و انرژی، چون تعریف استراتژی دیگه. من PDBA کسب و کارم، این تعریف استراتژیه در علم مدیریت. شما اگر وقتتون و انرژی درونیتون رو گسیل کردید به سمت یه چیز دیگه، ناخودآگاه به اون چیز دیگه فکر نمی کنید. این گیره رو بعضیا دارن دیگه. کیا این گیره رو دارن؟ مثلا بچه یه گروهش اینان دیگه، اینهایی که از یک رابطه عاطفی داشتن، این رابطه عاطفی رو کات میکنن، هی سعی میکنن فکر نکنن. چی میشه؟ شما بیاین برای من بنویسین چه اتفاقی میفته. من بیام این بر جوابای شما رو بخونم. یکی گفته که یه روانشناسی به من گفت حواست پرت شد، به یک کتاب دیگه تمرکز کن. خجالت بکشید، اصلا اینو نباید جواب میدادید. اصلا چرا الان دارید اینو ریپلای میکنید؟ به به، اینایی که ریپلای کردن لو رفتن. اصلا شما نباید اینو جواب میدادید، شما که درگیر رابطه عاطفی نیستید. یکی نوشته نمیدانم، اطلاعی ندارم. اون یعنی 6 بار. چی میشه؟ میخوای فکر نکنی، بیشتر فکر میکنی. راهکارش چیه؟ روی توسعه فردی خودتون تمرکز بکنین. یعنی به خودتون فکر کنین. یه جایی توی کلاس گروهی داشتم اینو میگفتم، بعدش بچه‌ها اینجوری آقا با تجربه ای دار. نه، من دارم به شما یاد میدم. لزوما هم آدم هر چیزی رو که یاد میده تجربهش نکرده، ولی بیشترش ممکنه تجربه کرده باشه. بریم سراغ موضوع بعدی. افزایش ساعت مطالعاتی. چرا افزایش ساعت مطالعاتی میتونه باعث افزایش تمرکز بشه؟ چرا؟ چون من وقتی که ساعت مطالعاتیمو میبرم بالا، مجبورم توجهمو بفرستم سمت درس. هر چقدر بیشتر توجهمو بفرستم سمت درس، یعنی ساعت مطالعاتی میره بالاتر. و مگه تمرکز این نبود که ما بتونیم توجهمون رو روی یه موضوع نگه داریم؟ دقیقاً همین بود. واسه همینه که افزایش ساعت مطالعاتی خودش یکی از روش‌های افزایش تمرکزه. اگه من اون داستان توجه رو بهت نمیگفتم، تو اینجا گیریپاژ میکردی یا میگفتی چرا؟ کی گفته که افزایش ساعت مطالعه میتونه باعث افزایش تمرکز بشه؟ اون بچه‌هایی که تازه شروع کردن ممکنه فکر کنن 10 ساعت، 11 ساعت، 12 ساعت درس خوندن خودش باعث این میشه تمرکزشون بپره. اولاش اینه. بعد یه هفته درس خوندن تو میبینی 11 ساعت میخونی، 11 ساعتش هم متمرکزه. هر چقدر شما یه کاری رو بیشتر انجام بدید، انگلیسی های جمله‌ای دارن میگن the more you do it the better you will get at it. هر چقدر شما بیشتر یه کاری رو انجام بدین، چون توجه بیشتری میذارین، تمرکزتون تو اون کار افزایش پیدا میکنه. نهمین روش، آماده سازی ذهن. قبل از شروع مطالعه
نیت کنید، تصمیم بگیرید که قراره توی اون واحد مطالعاتی دقیقاً چی کار کنید. جزوه بخونی، چه تعداد صفحاتی، تست بزنی چند تا، با چه مکانیزمی. تصمیم بگیرید که اون واحد مطالعاتی قراره چی کار کنید. این که شما ذهنتون رو آماده بکنید یعنی چی؟ یعنی من قبل از اینکه وارد مرحله مطالعه بشوم دارم توجهم رو میفرستم رو مطالعه. قبل از اینکه وارد مطالعه بشم دارم توجهم رو میدم به مطالعه. پس چه اتفاقی میفته؟ پس تمرکز من افزایش پیدا میکنه، چون توجه من رفت روی مطالعه. بعد بچه اینا کار سختی نیست، الان اینجا باش کار سختی نیست. این که من ذهنم آماده و حتی آنترا که مثلا یه رو بین درسام وقت دارم فکر میکنم خب 1 دقیقه قراره تو این واحد چه استراتژی داشته باشم، حله 1 دقیقه، ولی باید برو اجرا کن ببین چه تمرکز عجیب و غریبی بهت میده. نقشه اجرایی یا کنداکتور برای درس خوندن داشته باشید، همون برنامه مطالعاتیه. چرا ما معتقدیم برنامه مطالعاتی برای تمام کنکوری ها الزامیه؟ برای اینکه arouse attention داره، pay attention داره، توجه رو میاره رو موضوع. فکر کن صبح بلند شدی برنامه نداری، بسم الله الرحمن الرحیم، سوتم میزنه امروز چی باید بخونی نمیدونه. ولی اونی که برنامه داره توجه میره رو فیزیک. فیزیک باید بری سوال جزوه رو حل بکنی، تو زیست باید بری اینقدر تست بزنی، شیمی باید بری متن کتاب بخونی اینقدر تست بزنی، توجه دیگه. پس داشتن برنامه مطالعاتی خودش باعث افزایش تمرکز میشه. اینایی که درگیرن، گزارشکار منظم میدن، برنامه میگیرن، با مشاوراشون تعامل دارن، تمرکز بالاتری دارن، حتما تمرکز بالاتری دارن. برای زندگی تحصیلی خودتون روتین داشته باشین، بهش میگن بیوریتم. روتین داشته باشین. روتین شامل چه چیزایی میشه؟ ساعت بیداری صبح، ساعت صرف صبحانه، ساعت نهار، ساعت استراحت ظهر، میزان استراحت بین واحدهای مطالعاتی، ساعت شام، ساعت خواب شب، به اینا میگن بیوریتم. اگر کسی برای زندگی خودش روتین داشته باشه، این روتین ها هم توجهش رو به درس خوندن زیاد میکنه. چرا؟ ببین یکی از دلایلی که ما مشاورای شما ساعتهای شما رو زیاد عوض نمیکنن. دنبال یه مشاوره تحصیلی اینجوری هن دیگه، مثلا برنامه مطالعاتی ها که اینجوری نیست یه روز 6 شروع شه، یه روز 5 شروع شه، یه روز 7، یه روز 8، یه روز 10. این که نیست، عمدتاً همه روزا یکیه. چرا؟ چون دنبال بیوریتمه. تو میدونی ساعت نهار 1 تا 2، هرچی بازی گوشی داری دیگه مال این ساعته. ولی از ساعت 2 تا 3:30 فقط درسه. اتنشن، توجه اون موقع فقط به درسه. حتی توجه حق نداره بره سمت نهار که جزء نیازهای طبیعی بدنه. میبینی؟ داشتن بیوریتم یعنی این. یعنی من به ذهنم فرمان میدم 8 تا 9:30 درس بخون. باز یکی از فواید پانسیونای مطالعاتی میدونید چیه؟ اینا رو تو شما درست میکنه. بیوریتم به شما میده، چون تو اونجا یه ساعت مشخصی برای صبحونه داری، یه ساعت مشخصی برای شروع داری. هر کسی نمیتونه هر ساعتی که دوست داشت شروع کنه، این یه مزیتشه. دنبال بیوریتم باشید. اگر میتونید کتابخونه یا پانسیونای مطالعاتی برید. اگر نمیتونید تو خونه پایبند به بیوریتم باشید. پایبند باشید به اینا. سعی کنید این ساعت‌ها رو ثابت کنید. اگه مثلا در مورد نهار یا شام بحث دارید، با خانواده‌تون ثابت بکنید. مامان کی نهار حاضره؟ 12:30 نمیتونی، 1 100%، 200%. بعضیا اصلا زندگیشون یه روز 1 نهار میخوره، یه روز 2، یه روز 3، یه روز اصلا نهار نمیخوره، یه روز 12، یه رو به 12 داره نهار میخوره. این غلطه بچه‌ها. مورد 12، مطالعه رو فعال کنید. مطالعه‌تون رو فعال کنید. چجوری مطالعه رو فعال کنید؟
استفاده کامل از حافظه دیداری. خوب ببینید. من تو روش مطالعه زیست به شما یاد دادم شکلا رو 5 دقیقه ببینید. بچه‌هایی که رفته بودن انجام داده بودن اومده بودن تو دایرکت من یا توی کانال تلگرام پیام گذاشته بودن. طرف میگفت آقا من تو 3.5 دقیقه به شکل نگاه کردم، کلش رو یه ضرب کشیدم. 3.5 دقیقه نه 5 دقیقه. خوب ببینید. اسکیل معادله مثلثاتی رو خوب ببین. تابع تانژانت رو خوب ببین. استفاده کردن از حافظه دیداری. یادداشت برداری. تو کارگاه کاشکی گوش میکردی خوش قلب، تو کارگاه خلاصه نویسی به شما یاد دادم، آموزش دادم یادداشت برداری حین مطالعه جزوه است، خلاصه نویسی بعد تست ثانیه. بازگو کردن مطالب درسی. بگید. تو زیست به شما یاد دادم، گفتم بچه ها اگه میخواین یه مطلبی رو بازگو بکنین سعی کنین هم عینش رو بگین هم مفهومش رو مثل معلم بگین. حل مثالای درسی توسط خودتون مطالعه رو فعال میکنه. کنترل حل سوالات. همین که دارید یه سوال رو حل میکنید به این توجه کنید که درست دارم راه حلم درسته. اگه غلطه کجاش غلطه؟ ایده اولیه است، محاسبات، جایگذاری، نوشتن فرموله، علامت دار کردن بخشایی که بی توجه بودید. اینا همه مطالعه رو فعال میکنه. 12 تا روش بهتون گفتم. چند نفر تصمیم گرفتن برن اینا رو انجام بدن و چند تاشو فکر میکنن میتونن از فردا انجام بدن. یه عدد بنویس، مثلا 10 یعنی من 10 تا از این موردا رو تصمیم گرفتم از فردا انجام بدم. یه عدد برای من بنویس ببینم وضعیت کلاس چجوریه، اصلا ستای بعدش رو بگیم نگیم چیکار کنیم. من چیه؟ عدد بگو خوشقلب. عدد بگو. 12 تا روش رو یاد دادم. چند تاشو فکر میکنی؟ امیر بهاری زاده 7 تا یعنی کدوماشو نمیتونی؟ علیرضا و کاربر که گفتن 10 تا یعنی کدوماشو نمیتونی؟ فاطمه برقمدی لهشی ایشالله 5 تا یعنی کدوماشو نمیتونی؟ عبدالله فرجی که میگه 10 تا یعنی کدوماشو نمیتونی؟ دیگه هیچ که عدد همه 12 می نویسن، ترسیدن همه. اینایی که زیر 12 تا میگید کدوماشو نمیتونید؟ یه بار دوره کنیم ببینم عددتون تغییر میکنه. برگرد اسلاید 1 من. یه ذره سرعت بده. مرسی. روش 1 استراتژی. روش 2 مدت زمان برای افکار مزاحم. روش 3 کنترل احساسات درونی. روش 4 ثبات مکان مطالعاتی. روش 5 دور کردن عوامل انحراف ذهنی. روش 6 الان اینجا باش. روش 7 سعی نمی کنم یه فکر خاص رو دور کنم، سعی می کنم توجه بدم به یه چیز دیگه. روش 8 افزایش ساعت مطالعاتی. روش 9 آماده سازی ذهن. روش 10 داشتن برنامه مطالعاتی. روش 11 داشتن روتین بیوریتم، ساعت برای انجام کارهای غیر درسی. و روش 12 فعالسازی مطالعه. حالا بیا دوباره به من بگو کدوم یک از اینایی که نمیخوای انجام بدی؟ چند تاشو میخوای انجام بدی؟ الان یکی نوشته 8. فاطمه حسن‌زاده چرا 8؟ سجاد میگه 0. چرا اینا دیگه نه، اینا اینجوری هن که کدومو نمیخوای انجام بدی. ماشاءالله مشارکتتون هم خوبه. مریم گفته 3 تاشو باید درست کنم. احسنت، مرسی. یه سریا الان یه چیزی رو فهمیدن. از این 12 تایی که من تا اینجا گفتم یه تعدادیشو باید اصلاح کنن. بعضیاشون خوبه ولی یه تعدادی رو باید درست کنن. مثلا اون کسی که بیوریتم نداره باید داشته باشه. یکی میگه من تا حالا هیچ وقت ذهنم آماده سازی نمی کردم و چقدر کار ساده ایه. 30 ثانیه است. چقدر کار ساده ایه. یه چیزی به شما بگم. موفقیت یه جمله کلیدی. موفقیت نتیجه انجام دادن کارهای ساده به صورت مستمر. دائما باید کارهای ساده رو انجام بدم
دائما باید کارهای ساده رو انجام بدم. این گوشی من اینجا دیده میشه؟ متن روش الان خونده میشه؟ بذار ببینم. جان؟ این یکی بهتره؟ بذار فقط ببینم، چون نمیخوام اسم ایشون دیده بشه بنا به دلایلی. این الان دیده میشه بچه‌ها؟ متن پیام منو میتونین ببینین؟ بکنم نمیتونن. نمیشه. این اکثر هم نمیشه دید. بیایم یه ذره جلوتر. یه ذره زومکایی شد. الان فکر کنم خوب شد. یه ذره من آوردم عقب‌تر. بازم نمیشه. چرا؟ تا یه حدودی دیده میشه. این عکس چیه بچه‌ها؟ من این عکس رو گذاشتم تو کانال تلگرام. قشنگ گوش بده. گفتم که این تصویر تعداد روزاییه که از سال 1402 باقی مونده و بعد برید دایره‌هاش رو رنگ کنید. الان دوباره اینجا رو بگیر. ببین این الان معلومه که سری دایره است. الان دیگه فکر کنم میبینن. درسته؟ دایره رو رنگ کرده. نگاه کن. قهرمون بر این بود. گذاشتم هم تو کانال تلگرام گذاشتم هم تو پیج اینستاگرام که آقا اینا رو رنگ کنید. من براتون پیام یکی از بچه ها رو میخونم. نوشته سلام و درود استاد محمودی، قصد داشتم این حس خوشایندی رو که دارم با شما به اشتراک بذارم. از 12 آذر این کار رو انجام میدم. واقعا تحت تاثیر قرار گرفتم. همین چند دایره بظاهر ساده ساعتی که به کاری غیر از مطالعه می پرداختم رو به حداقل رسونده و 1 ساعت به مطالعه اضافه کرده و تنها طی 10 روز ساعت مطالعه از 12 ساعت تو روزهای تعطیل به 13 ساعت رسیده. قدردان تک تک عواملی که از جانب شما مسبب بهتر شدن من میشه بسیار هستم. بچه‌ها من نمیتونم الان ایشون رو اسم ببرم. دلیلش اینه که ایشون رتبه های خاصی در آزمون‌های آزمایشی میگیرن و به هر دلیلی شاید دوست نداشته باشم من اسمشون رو بگم. ولی میخوام یه چیزی به شما بگم. اون آدمی که رتبه خاص میاره مثل تو این عکس رو تو اینستا من تو تلگرام من دیده. من الکی پست نمیذارم. الکی نمیام مثلا شلوغش بکنم 2000 تا پست بذارم 2000 تا استوری بذارم. اما هر استوری، هر پستی، هر نوشته‌ای که میذارم حتما توش یه عالمه تلنگره. اگه تو تلنگره رو نمیگیری گیرنده ها تو قوی تر کن رفیق. گیرنده ها تو قوی تر کن. موفقیت یعنی من کارای ساده رو مستمر انجام بدم. کار بسیار ساده. یه دایره است، تیک بزن. ببین یه روز رفت. هر روز ببین که داره یه روز میره. اون وقت تو انرژی درونی تو میذاری رو کنکور. وقت تو انرژی درونی تو بیشتر صرف کار میکنی. شروع کنیم با من دست زدن. شروع کن. خواهش میکنم همه دست بزنن با من تو خونه. شروع کن با من دست زدن در منزل. شما هم میشه دست بزنید. دست بزن. مستمر دست بزن. یاد بگیرید. چرا مسواک رو قطع میکنیم؟ چون مستمر دست نمیزنیم. مستمر یه کاری رو انجام بدید و قطعش نکنید. با استمرار دست زدنهای من یا هر شب گزارش کار بده. هر روز برنامه داشته باش. هر روز برای رشد خودت یه کاری بکن. مستمر استمرار داشته باشین. شما استمرار ندارین. یه روز یه کار رو انجام میدی میذاری کنار. من اینجا 40 ثانیه دست زدم. ببینی استمرار داشته باش. دائم یه کار رو بکن. همینه که طرف میرسه به رتبه خاص. این قسمت کارگار سیف کنید. شاید بعد نتیجه کنکور اون آدمه رو آوردم اینجا. بعد عذاب وجدان میکشتت. میمیری تو عذاب وجدان. بذار یه چیز بهت بگم، بهت بر بخوره. شاید زندگیت بر بخوره.
چون به بعضی از ما واقعا باید بر بخوره تا تغییری کنیم. میمیری از عذاب وجدان که اون آدمه این کارو کرده. همونی که تو شنیدی. 12 تا روش گفتم، 3 تا دیگه هم میگم. چند دقیقه دیگه هم کلاس تموم میشه. شما هم همه میرید. کی انجام میده؟ 1 کافی نیست. کی مستمر انجام میده؟ کی مستمر ذهنشو قبل مطالعه آماده میکنه؟ کی مستمر روتین رو رعایت میکنه؟ کی مستمر زمان میذاره دغدغه‌هاشو و نگرانیاشو فکر میکنه، حل میکنه؟ اینا اونایین که میرسن. کی امشب یاد گرفت نرخ تبدیل توجهش رو ببره بالا؟ کی مستمر نرخ تبدیل توجهش رو ببره بالا؟ اینا اونایین که موفقیت حقشونه. هیچ کسی تو این کره خاکی نمیتونه اینا رو از مسیرشون منحرف بکنه. مورد 13، از انرژی درونیتون به بهترین شکل ممکن استفاده بکنید. یه بار دیگه، از انرژی درونی چندمین اصل استراتژی بود؟ چندمین اصل؟ بدو بنویس، بجنب. انرژی درونی چندمین اصل استراتژی بود؟ آدرس کانالمون مشاوره _ محمودی. مشاوره _ محمودی. آدرس کانال تلگرام ما مشاوره _ محمودی. تو صفحه اینستاگرام هم دایرکت کنید، لینکش براتون ارسال میشه. بیا برای من بله احسنت. میبینی توجه های بقیه رو؟ میبینید 13 چیه؟ 13 کیه؟ اینایی که نوشتن 13 با کی کار دارن؟ جواب 3. انرژی درونی 3مین اصل بود. اینها عزیزم هنوز پاک نشده. بفرما این انرژی، اینهاش. اینو پرسیدم که ببینم توجه شما چقدره. بیا اینجا. از انرژی درونیتون بهترین استفاده رو بکنید چی میشه؟ همه بیان اینجا. یه صفحه مشکی به من میدی سری؟ یه جدول میکشی، اینو همه بکشن. صبح، ظهر، عصر، شب. بر اساس برنامه مطالعاتیت این ساعتها رو تعریف میکنی. من برنامه خودم رو میگم. 7 تا 11 میشه صبح، 11 تا 3 ظهره، 3 تا 7 عصره، 7 تا 12 شبه. هر یک باری که حواسم پرت شد، به جای اینکه قُر بزنم مسخره بازی در بیارم، یه دونه ضرب در میزنم. صبح یه بار حواسم پرت شد، اینجا 4 بار، اینجا 2 بار، اینجا 1 بار. جاهایی که بیشترین حواس پرتی رو دارید مشخص میکنید. بیشترین حواس پرتی من شد ظهر. زمانی که بیشترین حواس پرتی رو داری، میای سراغ قوی ترین درسا و اونایی که بسیار دوستشون داری. درسایی که دوستشون داری، دوستش داریم، یا توش خیلی قویم و کی باید بخونیم؟ زمانی که بیشترین حواس پرتی رو داریم. چرا؟ چون اینجاها شما سخت توجه میکنید، اما اگر درسی رو علاقه داشته باشی یا توش قوی باشی راحت توجه میکنی. پس اینجاها رو اختصاص میدم به درسایی که توجه من توشون به صورت روتین بالاست. من درسی رو که بلدم، عاشقشم، دوستش دارم، همیشه بهش زیاد توجه میکنم. من درسی رو که توش قویم، حتی اگه انرژی هم نداشته باشم، اونو دوست دارم بخونم. جاهایی که انرژی شما
انرژی درونیتون بالاست، حواس پرتیتون کمه. اینجا درسای ضعیف و سخت رو میخونید، درسای ضعیف، درسایی که واسه شما سختن. پس درسا رو به ترتیب این نچین که نمیدونم این حفظی فلان جا باید باشه. ریاضی رو کی شب میخونه؟ خیلی ها ریاضی رو شب میخونن، عالی نتیجه میگیرن. تو این که چی رو شب بخونی، چی رو صبح، چی رو ظهر، چی رو عصر، بر اساس تمرکز خودت ببر جلو. سوال: آقا ما این جدوله رو بکشیم، خود این که ما میایم ضبط در میزنیم حواسمون پرت نمیشه؟ یک بار باید اندازه گیری کنی، چون اگر اندازه گیری نکنی نمیتونی کنترلش بکنی. اگر کنترل نکنی نمیتونی بهبود ببخشی. تو باید یک بار اینو اندازه بگیری، یه بار اندازه بگیری، یه بار کنترل بکنی که بهبود ببخشی. اینم لازم نیست به مشاورا بگین، به دلیل اینکه برای ما مشاورا فرقی نمیکنه. ما مثلا فرض کن 8 تا تسک درسی دادیم، 8 تا وظیفه دادیم، اینجوریه، تو این اول بخون، این آخر. برای ما مهم اینه تو هر 8 تا رو اجرا بکنی، این برای ما مهمه. بیایم سراغ اسلایدا. تمرینات تمرکزی. یه پاراگراف شیمی رو بردار، تعداد واژه‌هاشو بشمر. مگه بیکاریم؟ بیکار نیستی. اگه تو انقدر توان و انرژی نداری، انقدر نمیتونی توجه تو بذاری کلمات یه پاراگراف رو درست بشمری، یعنی خیلی وضعیت قرمزه. هر چقدر زودتر بفهمی وضعیت قرمزه، راحتتر و سریعتر میتونی اقدام درمانی درست رو داشته باشی. پس شما باید چی کار بکنین؟ شما باید این کار رو انجام بدین. بیاین یه پاراگراف زیست رو بردارید، یه پاراگراف جامعه شناسی رو بردارید. بچه‌ها من این کار بار تو مدرسه حضوری انجام دادم. هر کدوم از بچه‌ها یه عدد میگفتن. یعنی توی یک کلاس 5 نفر عددشون مثل هم بود. اونا هم غلط میگفتن. 2 نفر که یه عدد یکسانی داشتن درست میگفتن. یعنی ما اینقدر توجه رقبامون هم پایینه. پس توجه بکنیم دیگه. تمرین کنیم ببینیم میتونیم کلمات رو درست بشماریم. همون جایی که تو توجه تو داری میبری بالا، داری دقت و تمرکز تو میبری بالا. تمرین 2: شمارش معکوس از 100 تا 1 با پله های 3 تایی، بعدش 4 تایی، بعدش 6 تایی و بعدش 8 تایی. اگر تونستی از 100 3 تا 3 تا، 4 تا 4 تا، 6 تا 6 تا، 8 تا 8 تا بشموری برسی به سمت 1 و 0، بسیار توجهت رفته بالا. یه تمرینه. پس تمرین کنین. داری میری مدرسه، تو راه مدرسه ای، از 100 یه بار 3 تا 3 تا بیا پایین، یه بار 6 تا 6 تا، یه بار 8 تا 8 تا، یه بار هم 4 تا 4 تا. اگه تونستی این کار انجام بدی کمک کردی به اینکه توجهت بره بالا. و بسیار همون روز مطمئن باش بیای خونه تعداد سوالای بیشتری از حسابانو میتونی حل بکنی خودت بدون کمک گرفتن از جزوه. چرا؟ چون تمرین کردی توجهت رو ببری بالا. و آخریش بهش میگن سرکوب افکار. فوق العاده سخته. من خودم بچه‌ها رکوردم تو این 1 دقیقه و 10 ثانیه است. ببینیم شما میتونی رکورد منو بشکنی؟ 3 دقیقه بعد به هیچ چی فکر نکنی. بعد همین که نمیخوای به هیچ چی فکر کنی 2000 تا فکر میاد سراغ آدم. خیلی چیز دارکیه. همین که تصمیم میگیری به یه چیزی فکر نکنی 10,000 تا افکار مزاحم میاد تو ذهنت. سعی کن این رو انجام بدی. و آخرین روش رژیم‌های غذایی و مکمل‌های تغذیه‌ایه. گروه ویتامین‌های B معجزه است. B کمپلکس ها، B1 اینا بسیار خوبن. ویتامین K خوبه. کافئین اگر حساسیت ندارید خوبه. امگا 3 خوبه، میتونی قرصش رو تهیه بکنی با نهار بخوری. یا تو مولتی ویتامین ها هم بچه ها اینا هست، فولیک اسید هست. آب زیاد بخورید، 8 لیوان آب حتما. برین امتحان بکنین، خیلی رو آدم تاثیر خوب میذاره. یکی از بهترین میان وعده واسه مدرسه کنجده. یه سری از اینا هست مثلا حالت یه
مستطیل درازه، توش کنجد ریختن، حالا هم برشته‌ای داره هم نمکی داره، مثلا از اونا میتونین بگیرین به عنوان میان وعده تو مدرسه، مثلا تو آنتراکا اینا رو استفاده بکنید، خیلی مهمه. یعنی نقش تغذیه رو واقعا پررنگ بگیرید، استفاده کردن از این مولتی ویتامینا. من با تمام خودم امشب تو کارگاه بودم، امیدوارم تو هم با تمام خودت و مستمر حرفایی که بهت میگم و گوش بدی و نتیجه خیلی خیلی فوق‌العاده بگیری. منتظر بازخورداتون هستم. پیاماتون رو تو کانال تلگرامم میخونم، تو دایرکت اینستاگرامم میخونم. بازخورد به من بدید تا من هم ببینم چقدر شما از این کارگاه استفاده میکنین و من هم انگیزه بگیرم که محتواهای خوبی رو اینجا تو کارگاه براتون ارائه کنم. دوستتون دارم، مراقب خودتون باشین. یه جلسه ای رو هم با هم هفته آینده داریم در ارتباط با دی ماه و پلن هایی که برای دی باید داشته باشید که مثل همیشه سعی میکنم اطلاعاتی بهتون بدم که مشعوف بشین. شبتون خوش.